آقا ول کن دست از سر من بردار. چیه؟ بی خیال من شو دیگه. تو روز اولی که داشتی منو می‌خریدی مرده به چی گفت؟ گفت ماندگاری بالا. خدا پدر مادر تو بیامرز، یعنی فیکس 7-10 سال ماندگاری دارم خدا من من نمیدونم لوی ویتون و پوی ویتون و سبت مبت این چیزا نیستم، از این سوزونا نیستم. من تا 10 سال فیکس نشه ولت نمیکنم به سر. چرا آخه چی میخوای؟ چند بار من انداختی تو لباسشویی؟ 7-10 بار. چند بار من با وایتکس شستی؟ بیشتر از 20 بار. در رفتم؟ نه برم. پس سر نزن. برم تا کدوم 10 سال فیکس نشه من ولت نمیکنم به سر. آقا من چه گناهی کردم تو رو خریدم؟ 3 سال خوردی گذشت، 6-7 سال دیگه هنوز مونده. پس اینجا غرغر نکن. من فکر کردم یه روز تبلیغات عطرشو میکنه، من نمیدونستم انقدر ولکن نیستی. خدا همون لوی ویتونی که به تنت میزدی کو الان؟ نیست. همون سبجی که سنگشو به سینه میزدی همیشه تعصبش میگی تو هر جمع میگفتی ثبت بزنی ثبت بهترین عطره. خب کو الان؟ نیست. ما عطرای مشهد تو زندگیمون 3 تا پیچ داریم. زندگی، رفاقت، مرگ. خب سر پیچ دوم ببینم تا پیچ سوم باهاتم. تا تاش باهاتم. ولت نمیکنم. Love you bro.